یک قطره خون انسان در دنیای ماورا بالغ بر 200 تا 500 تا موجود در حال مرگ و زنده و جوون میکنه. وقتی بحث خون باشه، خب خیلی از موجودات پست دیگه هم پیداشون میشه که خارج از اصلا اجنه‌های کوچیک، حشرات دنیای ماورا، حتی شیاطین به یک شکل و شمایلی، حتی حیوانات شیاطین یا حیوانات افریتا یا حیوانات حالا پادشاه‌ها یا موجودات بزرگ، اینا دور و بر شخص پیداشون میشه، چون خون یه قدرت جذب بسیار 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 بالایی داره. مثل این میمونه که مرده رو زنده میکنه. یه قطره خون، اینو بدونین، یک قطره خون انسان در دنیای ماورا بالغ بر 200 تا 500 تا موجود در حال مرگ و زنده و جوون میکنه. اینقدر خون انسان قدرتش بالاست. خب این از این. مثلا یه سری موجودات هست، یه سری جنا هستن تو دنیای ماورا، مثلا پادشاهه با یه قبیله دیگه جنگیده، زخمیه و خیلی اذیته، داره میمیره. خب اینا تو دنیای خودشون یه داد و ستتی میکنن، میان سر وقت موکلین همین آقا مثلا یا حالا کسای دیگه، میاد میگه آقا شما انرژی خون انسانی رو دارید، ما اینو به ما بدین، ما در قبالش این کارا رو برای شما انجام میدیم. پیشکش دو تا جنا رو میگم میگن پیشکش بهتون میدیم، مثلا تو جنگا کمکتون میکنیم، تو خیلی مسائل بهتون کمک میکنیم و اونم این کارو قبول میکنن قاعدتا. یه دونه تک موکل، حالا نهایتش هم یه نیروی داشته باشه، وقتی پیش یه انسانی باشه و اون انسان داره پاکسازی انجام میده و این موکل قدرت خاصی نداره، قدرتی نداره با هر موجود ماورایی در بیفته، قاعدتا از امتیاز اون خون استفاده میکنه. اینا خیلی نکات مهمیه. تو خدا دوستانی که دارین میشنوین در موردش فکر کنید، خیلی نکات مهمیه. یک چیز بسیار الماس چطور تو دنیای ما مثلا خیلی با ارزشه، هزاران برابر از اون بالاتر ارزش خون انسانی در دنیای ماورا، از همون حمایت قبایل بزرگو میگیرن. والا یک جن کوتوله چطوری میخواد جلوی مثلا اجنه وراثتی شما رو بگیره؟ چطوری میخواد جلوی اون بدهی ماورای قبلی که بودن موجودات اونا رو بگیره؟ داد و ستده و حمایت اون موجودات بزرگی که ازش حمایت میکنن. این نکته مهمیه. و اون موجودات چون خون میدن بهشون، حالا نه که حتما خون شما رو دادن، نه اصلا بحث این نیست، کلیه. بالاخره اون شخص، اون آقا استاد نابینا با این سبک داره کار میکنه، شما هم تنها کسی نبودی که پیشش میری، قاعدتا خیلی ها رفتن و قاعدتا در دنیای ماورا موجودات زیادی میدونن پیش این شخص موکل این استاد خون انسانی موجود همیشه. پس یک داد ستتی در دنیای ماورا هست. حالا اون میتونه شیر بشه، میتونه هر شکل خودش رو نشون بده، خب به خاطر قدرت همون خون است. وقتی میگیم خون قدرت میده، اینه میگه توی خون از انرژی 4 عنصر نیست، میگه توی خون از انرژی خود روح نیست،